من قریب به 55 سالمه، قریب به 55 سال، ولی 55 سالم نیست. اما شما همینم باور نمی‌کنید. چرا؟ چون یک روز در میون از یه ترکیب قدیمی که مادر بزرگم بهم یاد داده استفاده می‌کنم که با 35,000 تومان خیلی راحت میتونید تهیه‌اش کنید. نیاز به هزینه‌های میلیونی هم ندارید. توی این ویدیو نه قراره چیزی از این پیج تهیه کنیم، نه قراره عدد خاصی رو برام کامنت کنید. فقط سیوش کنید که ترکیباتش یادتون نره. اگر این ویدیو رو دوست دارید میتونید یه قلب قرمز هم توی کامنت ها برام بذارید که من هم انرژی بگیرم و ترفندهای بیشتری رو توی پیجم براتون بذارم. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. یه مقدار سفیداب یا همون روشور خودمون را از عطاری تهیه کنید با یه مقدار گلاب و عسل. این سه تا مواد ساده که توی خونه هممون پیدا میشه با هم ترکیب کنید. حالت خمیر مانند میشه. به صورت ماسک یک روز در میون به مدت 15 دقیقه بذارید روی پوست تمیز صورتتون. بعد از 15 دقیقه اول صورتتون رو با آب ولرم و بعد با آب سرد بشورید. سلول‌های مرده پوستتون رو از بین میبره. پوستتون رو آبدار میکنه، عین پوست بچه. حتی اگر کک یا لک هم داشته باشین روی پوستتون برطرف میشه. هر ترکیب رو امتحان کنید و تضمینش هم با من. برای دیدن ترفندهای بیشتر پیج من رو فالو کنید. با لیدا زیبایی همیشه زیبایی.